سلام به همه دوستان عزیز، من بلکین هستم. خیلی خوش اومدین به ویدیو امروز من. امروز میخوام 5 تا از بهترین اتچمنت های سیزن رو بهتون بگم. با توجه به اینکه حدود 10 روز تا پایان سیزن مونده رنگ ها ریست میشه، شما اگه هنوز توی مولتی رنگ کاب نکردین و لجند نشدید، میتونید با استفاده از این اتچمنت ها 3 سوت لجند شید و لذتش رو ببرید. خب میریم سمت اتچمنت ها. اولین چیزی که من میخوام به شما بگم بی پی 50 است که خب با اینکه نصفش کردم ولی بازم قدرتش خیلی بالاست، یعنی میشه گفت بهترین رایفل برای رنگ مولتی به حساب میاد. اتچمنتش هم داریم میبینیم، میتونید اسکرین بگیرید و بچینید. لودات بعد برای HDR که اسنایپ وانشاتیه. یکی از فشارهایی که ما تو رنگ میخوریم اینه که با اسنایپ میزنیم و دمیج میشه و یارو خیلی سه سوت ما رو میزنه. این بچه برای رنگ عالیه، یعنی بزنید مرده دیگه، به پاش هم بزنید وانشاته. اینم اتچمنتشه، میتونید اسکرین شات بگیرید، ولی باید باش عادت کنید بزنید دیگه. عادت کنید خیلی اوکی پیش میره. میتونید نایف لجند هم روش بذارید که ترکیب اوکی از آب در میاد. لودات بعد دیله که خب هنوزم بهترین اسنایپ بازیه. بعضی موقع وانشات نمیکنه ولی بازم میشه که بهترین اسنایپ بازی. اگه میتونید بالای کمر همیشه بزنید، اینو حتما همیشه بردارید و اگه اسنایپر هستید. اینم اتچمنتشه که خیلی واقعا ازش راضی بودم، خیلی چیز باحالی بود. لودات بعد یوزیه که بافترین گان سیزنه. اینو حتما بچه اگه خیلی میخواید ترای هارد بازی کنید و خیلی میخواید سریع رنکابتون بره بالا و رنکاب کنید، این اتچمنت رو روی این گان بچینید، چون بهترین گان سیزن فعلا همینه و اینم بهترین اتچمنتی که میشه روش بچینید و لذت ببرید. ممنون میشم بچه ها کانال رو ساب کنید، چون واقعا به حمایت نیاز دارم. در آینده خیلی چیزای بهتری پیش رو خواهیم داشت. جایزه میخوام بدم، میخوایم کلی با هم اشغال کنیم. امیدوارم که ویدیو رو لایک کنید و ساب بکنید تا یه حمایتی از من بشه. دمتون گرم. لودات آخرم اگه اشتباه نکنم 5 تا دیگه. لودات آخرم که شاتگانمونه کیاره که خیلی چیز باحالیه. بچه‌ها اگه شاتگان پلیر هستید و میتونید با شاتگان بزنید، اینو بچینید. ولی خب اگه میخواید خیلی ترای هارد باشید با همون یوزی بزنید، ولی اینم میذارم برای کسانی که شاتگان پلیرن و شاتگان خیلی دوست دارن که نمونهش خودمم. اینم بهترین اتچمنتشه، هم اکوالیتی بالایی داره هم رنج بالایی داره. کلا چیز خیلی باحالیه. خب فکر کنم 5 تا شد، ولی در آخرم یه دونه اتچمنت فینک بهتون میدم که رنده میکنه. البته این بیشتر برای دوئل ساخته شده و برای رنگ کاپ زیاد موثر نیست، ولی خب باز چیز باحالیه. اسکرین بگیرید که داشته باشید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو بچه‌ها نگاه کردید. امیدوارم لذت برده باشید. حتما چنل رو ساب کنید و منتظر باشید که ویدیو خیلی باحالتری پیش رو داریم. مخلص همتون، خدا نگهدار.